و یک مهمان ویژه و یک مهمان عزیز دیگر از شاگردان لیسه خصوصی امید افغان ترک داریم. ابو مسلم جان در برنامه با ماست، با وی صحبت میکنیم. بیشتر سلام بر شما ابو مسلم عزیز، خوش آمدید به برنامه صبح معرف. و علیکم السلام. نباشین، بخیر باشین. میشه مسلم جان در مورد درس هایتان برای ما قصه کنید که رضایتمندی داره از شیوه تدریس و از دروسی که در مکتب امید افغان ترک برای شما ارائه میشه؟ دروس مکتب افغان ترک که ما درش اشتراک میکنیم، درس میخوانیم، بسیار به سطح بالا میباشه و ازشان بسیار راضی هستیم. سطحش از دیگر مکاتب که یک کم بالاتر است که مضامین آکسفورد که از زبانهای مختلف مثلا عربی، ترکی، انگلیسی همامش از مکاتب دیگر که سطحش بالاتر است که به ما کمک میکنه به آینده ما ترقی میده که اگه در جای کشور خارج بریم تو بند نمانیم در زبان، مشکل نداره به زبان ها، به تکلم. یعنی تا یک فارغ میشه از صنف 12 آدم میتونه با چند زبان خوب صحبت کنه. اگه که درست درس بخونه و درسای خود درست علاقمند باشه 5 زبان میتونیم درس. استادا چقدر تلاش میکنن در این که شاگردا وادار به درس خواندن شوند؟ استادان ما بسیار پر تلاش مردم هستند، ازشان تشکری هم میکنیم و تمام عرصه در دروس ما تلاش میکنن، خصوصا استادای نگران که از هر شاگرد خود اول شاگرد خبر میباشند. هیچ وقت کام شاگرد از چشمشان نمیمانه. هر وقت که شاگرد یک رابطه خاص دارن یعنی یک رابطه دوستیز بینشان، رابطه شاگردی استادی نیست؟ بله، شاگردی استادی در هر جای خود، هر چیز جای خود داره. شاگردی استادی در درس هم و در مسائل خصوصی هم رفیقی دیگه. بسیار زیبا، بسیار عالی. فعلا خودت با کدام زبان ها از این 3 زبانی که در مکاتب افغان ترک تدریس میشه با کدامش آشنایی بیشتر داری؟ من امسال مکتب امید افغان ترک شروع کرده بودم، اما ترکی من خوب است. من هم به لحاظ گپ زدن دیگه قدر پیشرفته نیستیم. زبان‌های دری انگلیسی و عربی هم کم بالاتر. در یعنی زبان انگلیسی تسلط کامل داره؟ تسلط کامل. بسیار زیبا، بسیار عالی. امید جان قبلا در کدام مکتب میخوندی؟ در خانه نور نمبر 3. خانه نور هم یکی از مکاتب خوب برجسته افغانستان. با این وجود چقدر تفاوت بین دروسی از این مکتب با لیسه خصوصی امید افغان ترک رئیس کردی؟ خانه نور هم مکتب که بود بسیار درسایش خوبش بود، اما یگان مشکلات کاری بود که راهش به ما دور میشد و مشکلات دیگه زندگی. اما مکتب امید افغان ترک آمدیم، فرق درسایش بازدیدیم. سطح درس از دو مکاتب بسیار فرق میکنه که امید افغان ترک سطحش کم از خانه نور که بالاتر است. بسیار عالی، بسیار زیبا. یعنی رضایتمندی داری، راضی هستی از اینکه در لیسه امید افغان ترک درس می‌خوانی؟ بله، راضی است. و خیر تصمیم چی است که در آینده کدام رشته را بخونی و علاقه‌مند کدام رشته هستی؟ علاقه‌مند انجینیری هستم بسیار. خوش داری در آینده بخیر یک انجینر موفق شوی؟ بله. کدام بخش؟ انجینر ساختمانی، سرک؟ ساختمانی. بله. بسیار زیبا. امید عزیز یک پروژه هم برای ما آورده میشه، بگی پروژه چی است و چه ساخته برای بیننده عزیز؟ بله، آن ما براتون تشریح میکنم. پروژه موزیک ما که است در انگلیسی به نام واتر لول اندیکیتر است که در دری برش نشانگر سطح آب میگیم که فیصدی آب ما نشان میده. این در 3 استفاده مهم داره. فیصدی آب را در چی مورد؟ یعنی در پاک بودن یا عمق آب را؟ در عمق آب ما نشان میده که مثلا تانکر میباشه ما که چشم دیدن نمیتونیم که در فیصدی آب چقدر است. پایپ برابر هم تانکر میباشه، درش داخل میکنیم و ما نشان میده 50%، 75% یا فول است که باز اگر فول بود میتونیم از ضایع شدن آب جلوگیری کنیم که زیاد خانه ها در کابل هم یا کمبود آب میداشته باشن یا زیاد میمانند و ضایع میشه، از پیشان اسراف میشه و این میتونه از جلوگیری کنه. بسیار زیبا، بسیار عالی. خوب فیصدیاشو برای ما قصه کو. میشه امتحانش کنی ببینیم که خوب سطحی از این آبی که آوردی چقدره؟ امتحان میشه. پایپی که ما امروز براتون آوردیم این مدل بسیار خردش هسته که برابر امیجک است که کلانش با اون قاین دریاها را که اندازه‌گیری میکنن. اقیانوس‌ها میشه. اقیانوس‌ها بله، از چاه‌ها و غیره. آن ما براتون عملی را کار میکنم که مثلا 25%، 25%، 50%، 50%، 75 و آخرم فول که به ما صدا میکشه که از جلوگیری آب مصرف کنیم. بسیار عالی. بله واقعا بیننده عزیز خوب دیدین پروژه‌ای که
ابو مسلم جان ساخته و بدون شک خوب ما مردم به کمبودیا مواجه هستیم در شهر کابل. میشه که با استفاده از این چیزی که ساخته خوب آدم چک کنه و از مصرف و ضایعات بیشتر آب جلوگیری صورت بگیره. بخیر تصمیم دارید مسلم جان که در آینده مثلا به بازار عرضه کنین، یعنی به مردم و مردم از چی بتونه که استفاده کنه؟ اگر که در قسمت ما بود، ما میخوایم میره مدل بالاتر جور کنیم که از آهنات و فلزات استفاده میکنه، از کاغذ تبدیل میشه به آهن و پایپشون به مدل‌های تلانتر که طولش کلانتر میباشه در اقیانوس‌ها انداخته میشه. اگر که قسمت بود میخوایم در بازار عرضه کنیم. بله. چی انگیزه باعث شد که خوب تیره بسازی یا امی کمبود آب و اسراف به جایی که خوب دید مردم میکردن باعث شد که بیایم چنین یک چیزی بسازی؟ بله، یک چند وقت پیش می ذخیره که در خود خانه ما بود خراب شد، از خاطر که هوشیار نکردیم، احتیاط نکردیم و آب از پیش ما سر کرد و زیاد ضایع شد. از این خاطر در فکر افتادم و بعد از اون پروژه ساینس فر ما این بود که در برنامه ساینس فر ما امیر جور کردم و از این مشکل به من انگیزه گرفتم که بیایم یک چیز جور کنیم بتونه مردم از مصرف بیجا نجات بده و انگیزه ما می بود که استادای ما بسیار به ما تشویق میکنن، مدیریت هم تشویق میکنن و والدین هم ما حمایت میکنن و تا که آخری رسید. بسیار زیبا. در چند روزی را ساختی؟ از زمانی که خوب فکر ساختی همچنین یک چیز در فکر ذهنت خطور کرد چقدر طول کشید که را بسازی؟ تقریبا 1.5 هفته. 1.5 هفته. بعد از ساختی از چقدر تشویق کردن در سطح مکتب، سطح خانواده؟ سطح خانواده تشویق زیادتر بود، از ما بسیار تشکر کردن. در مکتب هم پروژه ساینس فر مقام دوم گرفت. بسیار عالی، بسیار زیبا. حتما دیگه یک جایزه و جوایز دادن برات. بله، جایزه تقدیم نامه. بسیار عالی. بخیر ان شاء الله که خوب از ظرفیت های شما، از کارکرد های شما بدون شک خوب شما آینده سازی افغانستان هستی و آینده کشور به دست شماست و تلاش کنین، زحمت بکشید در خانه تا بتونیم که خوب از این کارهایی که فعلا انجام داده استفاده کنین. در آخر میشه پیامت را برای بینندگان عزیز ما که فعلا دیدن این برنامه اینی یک چیز بسیار مقبول برایشان ساختی که از ضایعات آب هم جلوگیری شود، پیام برای فامیلت که مشوقت بوده، برای استادایت از طریق کامرای تلویزیون معرف تقدیم کنیم؟ بخیر. پیام ما به جوانای ملتی است که خواستن توانستن است و برای هر جوان مسلمان فرض است که تعلیم بیاموزه و درس بیاموزه و ما باید سطح تعلیم خود بالا ببریم تا بتانیم به ملت و به کشور خود همکاری کنیم و از این خاطر پیامبر بزرگوار ما فرموده است که ز گهواره تا گور دانش بجو. سلامت سر حال باشید. شکر و ممنون از حضورت و همچنان از پیام زیبای ابو مسلم جان عزیز.